سلام بینندگان گرامی، یک برنامه نوبتی سمند اندیشه است پیشکش شما. وحدت از روزهایی است که ما آن را به یک شکوه شهامت تجلیل میکنیم. ما الحال در عرفه همین جشن مبارک، جشن عزیز برای ملت تاجیک قرار داریم. به اندیشه کارشناسان ابتدای وحدت ما از سیس تقدیرسازی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان آغاز می گردد. اولین سخن، اولین قسم محترم امام علی رحمان به حیث سرور دولت همین صلح و وحدت بود و به خاطر روشنی انداختن به تاریخ وحدت ملی، به نقش وحدت ملی در جامعه امروزی تاجیکستان ما صحبت داریم با دیکن فاکولته ژورنالیستیک پروفسور بختیار قطب‌الدینов. ما شما را به استودیو خیر مقدم میگوییم. طبعا از محتوای برنامه شما درک دارید. ما امروز در موضوع وحدت صحبت میکنیم. وحدت یک جشنی است که برای تمام مردم تاجیکستان، برای تمام قشرهای جامعه تاجیکستان یک جشن بسیار عزیز و مبارک است و خیلی از جامعه ها به همین وحدت نیاز دارند. خوشبختانه ملت تاجیک به همین وحدت رسیده است. وحدت ملی عامل پیشرفت تاجیکستان گردیده است. میخواهم صحبت را از همین موضوع سر کنیم. بله، درست قید کردید. وحدت ملی ما این قیمتترین گوهر است، قیمتترین دستاورد است که اگر گوییم که بعد از 1000 سال به دست آمده است اشتباه نمی شود و اون آستانه استقلالیت ما یک بانگ خطری بود، یک صحیفه های بسیار ناگوار و دهشتناکی بود که هیچ کس در دل امیدی نداشت برای آینده باثبات و زود عوض شدن حاکمیت ها، زود به سر قدرت آمدن شخصیت ها هیچ نقش بازیده نمی توانست و برعکس در اختلاف و درگیری ها بیشتر مساعدت میکرد. اما خوشبختی و تقدیر و اقبال بلند ملت تاجیک بود که در سلسله تاریخی خوجند آغاز الفبای این صلح گذاشته شد و آن از زبان پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان صدا داده بود که من به شما صلح می‌آورم و انا همون یک عباره که من به شما صلح می‌آورم تا به امروز حقانیت خود را ثابت نمود و ما وحدت خود را به دست آوردیم. این وحدت ساخته شد. این وحدت آسان به دست نآمده است. این وحدت طوری که می‌دونیم اونقدر فراریانی که بیرون از تاجیکستان بودند، اونقدر ملک و خانه و دری که ساخته و نیست شدند، همه این بدترین جزئیاتی که در اینجا می‌بینم این برادر با برادر اختلاف داشتن بود. این دهشتناکترین چیزی هست که وقتی که در بین یک ملت اختلاف وجود دارد، درگیری وجود دارد. اکثر اختلاف ها و درگیری هایی که در جهان وجود دارند شاید به خیلی فرصتی کوتاه به انجام رسند، اما درگیری ها و اختلاف های شهروندی به آخر به معنی و خیلی مرکب هستند، خیلی تیره هستند که از آن گناهگار و غالب را دریافتن مشکل است. اما توانمندی، استواری، اراده قوی، جسارت این ابرمرد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بود که ما این وحدت را به دست آوردیم. این وحدت بر عوض جانبازی ها، بر عوض اون قدر بیدارخوابی ها که تا به امروز پیشوای معظم ملت فقط در یک فکر، فقط در یک اندیشه هستند که این وحدت پایدار باشد و مهمتر، مقدمتر از این باز یک رسالت دیگر در نزد ملت، در نزد هر یک فرد خلق تاجیک میستد که این وحدت را باید ما حفظ کرده باشیم، این وحدت را باید سپر گردیده باشیم و این هم معنی آن را ندارد که ما تنها در یک موسم، در یک وقت معین ترنم وحدت را نماییم، بلکه ضرور است که در جامعه امروزه بیش از پیش در روندهای جهانی شوی این وحدت را ما باید ترنم نماییم، این وحدت را باید حفظ نماییم. اصلا قیمت وحدت را اون نفر میداند که اگر داند که جنگ چیست، اختلاف چیست، خونریزی چیست و نسل کلانسالتر نسبتاً به درک این معنی خوبتر می روند. البته ما گفتنی نیستیم که جوانان ما از این چیز به تفاوت هستند. جوانان هم در پهلوی راهبری دولت هستند، در پرتو سیاست امروزی پیش گرفته دولت و حکومت هستند، اما قدر و منزلت این وحدت رو باز میگم آنهای میدانند که اگر
оташи ҷангро дида бошанд, агар азияту ҷаҳолату дигар асоратҳое ки дар даргириҳо ба вуҷуд меояд асар гузаронида бошанд. Аз ҳамин ҷиҳат мо қадри ваҳдатро бояд донем, қадри ваҳдатро беш аз дигар ҳадафҳо муқаддамтар гузорем, зеро ваҳдат ин алифбои ҳама пешравиҳо, ҳама шукуфоиҳо, ҳамаи созандагиҳо, бунёдкориҳои мо ба шумор меравад. خیلی خوب قید کرده که وحدت راهی وحدت سازی آسان نبود، پرپیچیده بود، هموار نبود و در عین زمان محض ارادتمندی، توانمندی و جسارت قطعی پیشوای معظم ملت بود که ما به همین وحدت رسیدیم. و مهمتر از این در همین شرایط امروزه این حفظ وحدت، زیرا وحدت عامل ثبات پیشرفت تاجیکستان است. وحدت است که استقلالیت ما تحکیم می‌یابد. انمی برای تحکیم وحدت ما باید اهل ضیا چگونه عمل کنند؟ وظیفه اهل ضیا را شما در چی می‌بینید؟ محض وحدت است که مرزی ننگ و ناموسی ملی تحکیم می‌یابد و اینک از آن روزی که ما روزی وحدت ملی را تجلیل می‌نماییم تا به امروز پایه‌های وحدت استوار گردیده است. پایه‌های وحدت به ما امید می‌بخشند که تاجیکستان باز برای هزار ساله‌ها باقی می‌مانند. بیاید یک لحظه به صحیفه‌های تاریخی نظر اندازیم که بعد از دولت سامانیان ما 1000 سال دولت نداشتیم و همه این بر علت پراکندگی، نفاق و جدایی‌ها بود. وگرنه اگر ما همین گونه وحدت را 100 سالها قبل می داشتیم چه حکمت امروز در دولتداری ما وجود می داشت. از این جهت ما شکرانه این وحدت میکنیم، شکرانه از این فضا و محیط امروزه میکنیم که همین فضای وحدت و صلح هست که ما راه ما به سوی آینده شاده است، روشن است. و درست قید کردید که نقش اهل ضیا در تحکیم وحدت بیش از همه نهادها، از همه نیروها مهم است و خیلی نظررس است. زیرا که طوری که بازم میدونیم ما از آغاز عصر 20 این جانب در مدرد محل وجود داشت، محض با نقشه های استراتژی معین و مخصوص ما رو از هم دیگر جدا میکردن و این چیز نخست در دایره مفکوره پیدا میگردید. در مفکوره های ما یک جهالت وجود داشت که ما همدیگر را به قسمت ها جدا میکردیم و امروز با شرافت یعنی سیاست صلح جویانه و وحدت آفرینی همین درد از جامعه ما دور گشته است. امروز شکرانه میگوییم که دیگر در کوچه های پایتخت در جای دیگر ما به محل ها تقسیم نمیشویم، از محلگرایی گپ نمیزنیم، سخن نمیکنیم. اکنون در برابر این منبرهای لازم هستند، منبرهای باید فعال باشند که پیوستن همین وحدت و یگانگی که هست ترنم نمایند. این جا شما اهل ضیا گفتید، اینجا وظیفه اهل ضیا هم هست، اما از این فراتر رویم، از نماینده اهل صنعت و فرهنگ آغاز کرده تا به همه دیگر ساختار و نهاد و ساحه ها میتوان حصه گذار باشند. البته آنها را نیز ما با سیمای ضیایی میشناسیم، چون اثرهای ضیا تالیف میشوند، چون دستور و تحقیق های ارزشمند روی کار میآیند، قیمت و رسالت وحدت را نشان میدهند. من گمان میکنم که در این راستا نیز وحدت اهل ضیا خود نقش اساسی را میبازد. باید دوستی و محبت و همدیگر فهمی نخست در همین بین قشر ضیایی جامعه وجود داشته باشد. به همدیگر کمک رساندن، به همدیگر محبت داشتن، احترام داشتن، آن همین است وحدت که ما را دیگر کسی نمیتواند که از بیرون تفریقه اندازد و حکرانی نماید. اهل ضیا امروز موظف است که در تربیه نسل نورس، نسل جوان حصه گذارد. امروز زینه به زینه دنیا دیگر شده است، جهان دیگر شده است. روندهای جهانی شوی نهایت مرکب و تیره و حتی تصور نشونده است که بعد چند ده سال دیگر جهان امروز را چی انتظار است. اما از گفته های جناب عالی یک سخن بسیار خوب میگویند که سلاح ما این وحدت است. اگر همین وحدت را داشته باشیم، همین وحدت استوار باشد، بزرگترین سلاح است. باور کنید همین تعبیری که از همین گفته که از جانب پیشوای معظم ملت ارائه گشت، ما وقتی که به دنیای امروزه نگاه میکنیم ببینید بزرگترین دولت های صنعتی با نداشتن همین وحدت امروز
گرفتار بحران هستند. حتی خوفی هستند که اونها به دولت‌های جداگانه تقسیم شوند، به قسمت‌های جداگانه تقسیم شوند. یکی گذشته از این دولت‌ها کشورهای ببینید که منبع‌های نهایت بوی نفت و گاز را دارند، اما وحدت که ندارند، همه چیز که پراکنده است، جامعه که ثبات ندارد، آسودگی ندارد، همه چیز بی‌مرام است، بی مقصد است و بی بقا است. از این لحاظ برای ما خیلی خیلی امیدوار کننده است که امروز وحدت استوار گردیده است و همه این زیبایی ها، این پیشرفت ها، این زمان سیروی پوری که هست، این فیض و برکت همین وحدت است. خیلی خوب قید کردید و طبیعی است که در تشکل افکار عامه، در تشکل تفکر مردم نقش واسطای اخبار عامه خیلی زیاد است. محض واسطای اخبار عامه بودند که اولین پیک صلح را به مردم رساندند. محض واسطای اخبار عامه بودند که انمین اصطلاح وحدت، خودشناسی و خودآگاهی ملی، افتخار از گذشته، افتخار از دولت داشتن، افتخار از وطن داشتن را به مردم تلقین کردند و در تفکر مردم آن را جای دادند. امروز ما نسل گوناگون را میبینیم که همیشه با افتخار از وطن، از ارزش‌های ملی سخن میگویند و در همین تشکل همین افکار نقش واسطه اخبار عامه خیلی مهم است. اکنون در همین شرایط امروزی که ما به زینه نوی رشد رسیدیم، نقش واسطه اخبار عامه را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ در اینجا یک نکته مهم همون است که هر اون نفری که در وسایل اخبار عامه همچون ژورنالیست، همچون صاحب قلم فعالیت دارد، حق ندارد، حقوق ندارد که ضد منفعت‌های ملی، ضد منفعت‌های وطن و خلق حرف گوید و هر کسی که در این پیرو است، البته ما او را هیچگاه مثبت قبول نمی-نماییم و بیاید بازم به صحیفه‌های تاریخی سالهای 90 نگاه کنیم که همگی در ما چند رادیو و تلویزیون فعال بودند که از طریق منبرهای آن ما با امید از صلح و صلاح و وحدت و یگانگی کلام شنیدن می‌خواستیم. بودند امیل‌هایی بودند که نقش وسایل اخباری آمد بعضا در سرعت گرفتن درگیری‌ها مساعدت می‌کرد و در برابر این بودند ژورنالیستانی که با دوست داشتن وطن، با دوست داشتن همون اصالت ملت ما که ما هزار ساله دولت هستیم نقش میگذاشتن و دعوت به صلح و سلام میکردند. اکنون با مرام امروز نخست با شرافت همین وحدت و استقلالیت ما وسایل اخباری ما از همه لحاظ پیشرفته است، از همه لحاظ تغییر یافت. اگر در آستانه دولتداری ما همگی 130 رسانه وجود داشته باشد، امروز ببینید که فقط نامگوی وسایل اخباری عامه از نگاه مطبوعات زیاده از 600 نامگو در وزارت عدلیه به قید گرفته شده است. زیاده از 100 رادیو تلویزیونی های ما فعال می باشند و در ان همین سبقت ها و رقابت هایی که جهان امروزه جهانی برخورد افکار است و هر کسی که در عالم افکار تسلط دارد و می تواند که جامعه را اداره نماید. از این جهت امید و آرزوی همه ملت، همه آنهایی که امروز به وسایل اخباری عامه به این منبر مقدس نگاه میکنند همین است که آنها سخن سازنده داشته باشند، چیزی گویند که برای وحدت و یگانگی ما مساعدت نماید و طوری که اشاره شد در زمان امروزه که مبارزه برای وقت خالی اودیتور نهایت شدید گردیده است و نمیتوان که ما خواننده را، بیننده را، اودیتور را اجباراً به خواندن یا اینکه به تماشا و گوش انداختن این یا این رسانه راهنمون نماید. در اینجا آن همون هنر، آن همون محبت و صداقت مندانه با صمیمیت درباره وطن حرف گفتن ژورنالیست باعث می شود که ما اودیتور خود را جلب سازیم. امروز قسمت آسیب پذیر جامعه ما که جوانان می باشند نیاز دارند به حرف سازنده ژورنالیست، به حرف سازنده هر یک نماینده وسایل اخباری عامه که آنها فریفته نشوند. آنها ببینید که بعضا گمراهی آنها به چی آورده میرساند. یک خطا، یک اشتباهی آنها میتواند که یک ملت را سرگردان کند، خانه آنها را، خوشبختی آنها را خط بطلان کشه، عائله آنها را، پدر و مادران را سیاهنام و به تقدیر گرداند. و اگر رسانه های ما، ژورنالیستان ما بگذار هم در
минбар, яъне ки дар фаъолияти худ ва ҳам берун аз он ҳар чӣ гуфта бошад барои ягонагӣ бошад, ваҳдат бошад. Боз ҳам ҳамин андеша имрӯз собит гардидааст ки ҷомеаи устувор аст ки агар дар он холигаи афкор вуҷуд надошта бошад ва барои вуруд ба анамо холигаи афкор аз дигар олами сиёсатҳои беруна омиле ҷузъиёте ворид нагардад. Аз ин ҷиҳат мо шахсан аксари журналистон ки шогирдони худи ҳамин факултет ҳастанд, бо онҳо ифтихор мекунем. Онҳо ватандӯстанд, хеле ва хеле ҳисса мегузоранд. қатъи назар аз дар кадом расона фаъолият карданашон, дар вақте ки нанг аст, дар вақте ки зарур аст, онҳо ҳарфи заруриро, паёми заруриро мегӯянд ба мардум. аз ин ҷиҳат бозам мо умеди мо имрӯз давлату ҳукумат низ ба журналистон зиёд аст. онҳо оянда ҳамон нафароне ҳастанд ки равшан будани роҳи инкишофу пешрафти моро бар зиммаи худ гирифта метавонанд. ташаккур. ва хеле хуб қайд кардед ки имрӯз холигоҳ бояд дар тафаккури дар афкори мардум бояд ба вуҷуд наояд ва анамин холигоҳ ҳамеша бояд бо сухани созанда, бо афкори созанда, бо фикри созанда бояд пурра гардад ва сухани журналистон бояд ҳамеша ба манфиати ҷомеа, ба манфиати давлату миллат бошад. бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. ёдовар мешавем ки дар барномаи мо иштирок доштанд декани факултети журналистикии донишгоҳи миллии тоҷикистон профессор бахтиёр қутбиддинов. то барномаҳои дигар шоду мамнун бошед.